برای مبارکادی این محل صلوات بلند نهایت بر خاطر انبیاء محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. اینجا مشاجان یک کرکری نو گرفته یک افتتاح کنه. از 1 کیلو مثلا تا 1000 کیلو هم باشه ما پخته می‌کنیم برشان در خدمت مردم میدیم. دستای خوب نازنین این شکسته نیو عدالت براکری در اینجا امروز افتتاح میشه و شما دوستان می توانید که سفارشات خود را فرمایشات خود در اینجا بیدین. بسیار خدمات خوب. سلام علیکم. سلام. بخیرشون خوبین؟ خیراتین؟ چشم. خداوند به همه‌شون توفیق بده انشاءالله. امروز مثل این که یک خبرایی هست اینجا نه؟ امروز افتتاحیه یا؟ شکر. رئیس اسمو خیلیه، کتی اسمو ملیمیه. نه کارات توی که باشه مرسله شوی ما رو چه خوشی انمی سعیدم چون که کریم بسیار کلان قومت موقت می تمام شد. آقا جان سلام. خوش هست انشاءالله را. شکر خدا را. خیر ببینید. تشکر. برای مبارکادی این محل صلوات بلند نهایت اللهم صل علی اللهم صل محمد و محمد صلوات. بر خاطر انبیاء محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. سوار عرب شاهی اللهم صل علی محمد. بر محمد و آل محمد بلند صلوات. اللهم صل علی محمد. محمد و اهل بیت محمد صلوات. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. احمد ترکوی نمشون اللهم صل علی
آمای چکر چی علاوه؟ خوب هستی؟ نور میگنی خوشحال هستی؟ لا يمين 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام سلام خوبین خوشین خوبی بخیر تگرای جان خوبه بخیر با چی مناسبت اینجا میشتن ولی اینجا مشا جان یک کرکری نو گرفته یک افتتاح کرده خب خداوند خیرش ببینه ان شاء الله بیچاره کلی قومی برادرها را خواسته برادر بالای جان دور یک بریانی لذیذ پخته کرده بسیار برادرها کلی تشریف آورده
شما ماشاءالله یک یوتیوبر قوی هستین، انشالله یک تصویری صحیح کنیم، انشالله به زور خدای امام زمان کمی یک امی برادر چیز ازی کامیاب شنه. خداوند توفیق بده انشالله را. موشه بخیر. خوب مزه میده یا نه؟ نمیده مزه؟ خالی میشه در این کور پیشی آقا بریم بیشیم Jamila va like June. Ya que ni la vez que tenía con la batería. تو آقا جان بریانی نمخوری؟ چرا؟ پرویزی؟ این ماست بلدیت خوبه؟ خدا را شکر. او آشپز دیگه مگه که آشپز مگه از بویش سیره تو رقم نی؟ قدر سیری؟ دودا نده بخورده بخی دیگه همه رقم آدم که باش فامیل کسی هست از مزهش خوشم شد. بله حاجی خوبی؟ الحمدلله خدا رو شکر. خوش کسی انشاءالله را. خوب بخیر سلامتی. شکر. نامان خوده نه. نوش جان میداره دیگه؟ آره. وقت جانش بیشه فعلا. آره امروز الحمدلله یعنی دیگه نیو عدالت کراکریر کسته افتتاح کردی دیگه دوستا قوما برادرها کل اقوام هر کی بیه کل معدر بیده مثل از نگاه مثلا قرمه بریانی قابلی هر قسمی که مثلا خواهشش نره بیده ما در خدمت همه دوستا هستیم انشاءالله. هر جای هم که مثلا میتونن که عدد دیده مثلا از نگاه قیمت چی اما در مقابل مثلا رعایت نیم تقریبا حدودا 2000 یا 3000 مثلا تخفیف داره. خب رعایت هم هست. ظروفش هم دیگه بدون کرایه مثلا فریه دیگه. خب دوستای عزیز خیلی خدمات خوبیه بالاخره دیگه. خب ازی بهتر و بیشتر و در کجا مثلا باشد دیگه. خوب موقعیت هم باز جایش هم خوب موقعیت داره در دسترس همه هستن. مین رو در آباد همین دفتر سابق نوره. بله خب به نام نیو عدالت کراکری تابلویش هم اینجا زده
هر کی بیه سفارش میده. آشپز شما آشپز قدیمه یا دیگه؟ بله آشپز سابقه آشپز که در و چند سال سابقه مثلا؟ سابقه آشپز حداقل برای بگیم از 20 سال تا 25 سال سابقه داره. ماشاءالله 20-25 سال که خیلی سابقه دیگه دیگه یاد نکته داره. ما مثلا خدمت دوستان حتی اگر بخواین که مثلا چی خدا اولا که مثلا غم رو دور کنه، مثلا فاتحه باشه، مراسم عروسی باشه، دیگه مراسم ختم قرآن باشه، حتی مهمانی باشه، ما برشان مثلا همین خدمات رو میتونیم که اجرا کنیم، انجام بدیم. انجام بدیم. دیگه در ضمن برشان بگیم اینم ما مد نظر نداریم، ولی از 1 کیلو مثلا تا 1000 کیلو هم باشه ما پخته می‌کنیم برشان، در خدمت مردم میدیم. خب انشالله که توفیقات بیشتر بیدیه دیگه. بسیار خدمات ارزنده بالاخره که دیگه خوب دوستا دیگه خوب عدالت سابقه را دیگه خوب بلد بود، میشناخت، مثلا آشپز را میشناخت دیگه. نیو عدالت همون نفر است، فقط خانجان در اینجا نیست دیگه. درسته؟ باز موقعیت هم دیگه در می سرای علی‌آباد هم اینجایه دیگه. یک ساختمانی طرف مثلا خیلی خوب خلاصه سابق بود پیش روی همه چیز شاید حال مشتاق بود، حال پشت سره سابق هم دفتر نور بود بغلیش شده دیگه اصلا. یعنی چیزا رو همه گفتیم، ما از همه دوستا تشکر مونم و همیشه در خدمت قوم هستیم، هر کس بیه به قدمایش روی چشمای ما. خود توفیقات بیشتر انشاءالله. تشکر، سلامت و من الله توفیق.